دهها ساکنی دهه دهنه شهر کولاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه اشان را بگیرند. یک سال پس آدم را شما دادن انا بعد یک سال پس شما گردونید 80 90 دیگه 100 سومون میگرده اخر آدم. قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجود تکوده‌شان به اداره‌های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند. همه قکی بچه‌ها داودام کن نفی نمیگه پای نمی. شکل پیمانی است که سال کل نبشون. یه خلق سرتون سرگرم کرده داشتن. بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حد اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره‌های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است. برای چه اولش نخبیدی خواهد؟ همین آدمایی که سهم دارن اولش نگذروندن سوم همودا. انا گذرون یه سوم 6 ماه یک سال گرفتن. در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایول سال 2016 کار کردند نفقه‌شان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی‌های دهقانی عزا بودند. یک ماه گردونده بود. گو بابای خودت اشوب کشید است این ماهش از داده مکه ماه دیگه از بیا میگیری. این اشوب ماهی که همه گردونده است سپرکوما گردون داد بود سپرکورا بگی خیلی خوب نمیشه. جو بریم. انتری میگه. همه دور میگی جو همه کمیجم کمی به فرمانی که میگه کار شما چی؟ شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که اعضای یگان خواجگی نبوده است. هنوز زمین با شما کار کنم مایلش بگردوند نه که زمین ندارم آخه. از روی ترتیب مقامات باید در مهلتی نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال ایضاح قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند. گردوندنش نکم 100 سوم گرفتم. 140 سوم بود 50 سوم بود اینا گردوندنش 100 سوم گرفتم. این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خانه جمع می شوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند. اکمال ایجا که نشید من داودم میکنم. من تا این ولی دارم دادر جون گفتم کن نه. بچم 4 تا گودر داره این ولی چی؟ باید کارشینه 26 ساله های این ولی در پره تنش کار نمیکنه اینم تری خیلی ما هم گفته همی آدم ها که همون سومنی گم میکنه.